امیدوارم که حالتون خوب باشه. به یه ویدیوی دیگه خوش اومدین. همونطور که میدونین میخوایم با ادامه قسمت اول سریال گیلمور گرلز یک سری اصطلاحات و کلمات انگلیسی یاد بگیریم. امیدوارم که براتون مفید واقع بشه. You gotta taste the sauce. You have to try it while it's still warm. You gotta taste the sauce. اینجا یه چیزی میگه که توی زیرنویس نیامده. میگه you have to try while it's still warm. خب you gotta taste the sauce یعنی اینکه باید سس رو مزه بکنی. You gotta taste یعنی مزه کردن. ساس به معنی سس هستش. You gotta taste the sauce یعنی تو باید سس رو مزه بکنی. بعد اینجا داره یه چیزی میگه که تو زیرنویسش متاسفانه نیست. داره میگه you have to try یعنی باید امتحانش بکنی. try یعنی امتحان کردن. You have to try یعنی تو باید امتحانش بکنی while it's still warm. در حالی که وقتی که while it's still یعنی هنوز warm یعنی گرم. داریم که you have to try تو باید امتحانش بکنی وقتی که هنوز گرمه. Okay, Suki, I need you to be more careful. I need you to be more. سوکی که اسم همین خانوم هستش. میگه سوکی I need you to be more careful. careful به معنی مراقب بودن هستش. مراقب هست در واقع careful. حالا داریم میگه که to be more careful یعنی که من I need you یعنی که من ازت میخوام که بیشتر مراقب باشی. to be باشی more careful بیشتر مراقب. پس داریم میگه سوکی I need you to be more careful. پس careful به معنی مراقب هستش. Suki, I need you to be more careful. I need there to be fewer accidents. I need there to be fewer accidents. Accidents به معنی تصادفات هستش. Fewer accidents یعنی تصادفات کمتر. I need there to be fewer accidents یعنی من میخوام که تصادفات کمتری اتفاق بیفته. تصادفات کمتری باشه. I need there من نیاز دارم که تصادفات کمتری باشه. یه همچین چیزی رو داره میگه اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قسمت قبلی ویدیو همون رو ببینین میبینین که یه صدایی از توی آشپزخونه اومد و منظورش از تصادفات این. Oh dear God Almighty, that's incredible. Dear God Almighty. خب نگاه کنین یه بار دیگه. God Almighty. Dear God Almighty یعنی خدای بزرگ من. Almighty به معنی قادر میتونیم قادر متعال میتونیم معنیش بکنیم. Dear God Almighty حالا به صورت کلی میتونیم بگیم که خدای بزرگ من. God که به معنی خدا هست. Dear به معنی عزیز هستش که همه اینا با هم دیگه میتونیم بگیم خدای بزرگ و عزیز من. That's incredible. Incredible به معنی باور نکردنی هستش. داریم میگیم باور نکردنیه. That's incredible. I want to put it on the waffles tomorrow morning for breakfast. اینجا نوشته I'll put it ولی داره میگه I wanna put it on the waffles tomorrow morning for breakfast. ببین میگه که I wanna من میخوام put it on the waffles یعنی در واقع روی وافلا بریزمش دیگه چون سسه منظورش اینه روی وافل ها بریزمش. tomorrow یعنی فردا. morning یعنی صبح. for breakfast برای صبحونه. I want to put it on the waffles tomorrow morning for breakfast. I want to take a bath in that sauce. I want to take a bath in that sauce. take a bath یعنی حموم کردن. داره میگه که میخوام تو این سس حموم کنم. ساس که همون سس هستش. I want to take a bath in that sauce. اونم داره میگه I will make more یعنی بیشتر درست میکنم. I will make more یعنی تو آینده بیشتر درست میکنم. More someday when we open our own inn. خب نگاه کنین این داره میگه که someday میگه یه روزی when we وقتی که ما open باز میکنیم our own inn. این رو دقت بکنین چجوری نوشته شده. I و 2 تا N هستش.
این با اون این که I و N هستش یه دونه N داره متفاوته. اینی که اینطوری نوشته شده I و 2 تا N به معنی مهمون خونه مسافر خونه هستش، اما اون I و N که یه دونه N داره به معنی داخل و اینا هست. پس این دوتا با هم متفاوته. الان داره میگه someday یعنی یه روزی وقتی که ما مهمون خونه خودمون رو باز کنیم when we open our own in مهمون خونه خودمون رو باز بکنیم ادامهش رو گوش بدیم. Diabetics will line up to eat this sauce. Diabetics will line up to eat this sauce. یه بار دیگه گوشش بدیم. Someday, when we open our own inn, diabetics will line up to eat this sauce. Diabetics will line up to eat this sauce. Diabetics یعنی دیابتی ها. Line up یعنی که صف میکشن. میگه که دیابتی ها صف خواهند کشید که این سس رو بخورن. To eat this sauce. Won't that be great? Won't that be great یعنی عالی نمیشه. But the key to someday achieving that dream is خب نگاه کنیم میگه the key یعنی کلیده to someday که یه روزی achieving that dream achieving یعنی رسیدن به اون آرزو. میگه که کلید این که یه روزی به اون آرزو برسیم یا کلید رسیدن به اون آرزو یه روزی is for you to stay alive long enough. میگه اینه که تو در واقع به اندازه کافی طولانی مدت زنده بمونی چون همش کاری دست خودش میده. حالا گوشش بدیم من دوباره این قسمت رو معنی میکنم. for you to stay alive long enough so we can actually open an inn. Do you understand? خب ببینین پس یه بار دیگه اینجا رو نگاه کنیم. The key یعنی کلید. Someday یعنی یه روزی. Achieving that dream یعنی به اون آرزو برسی رسیدن به اون آرزو. Is for you اینه که برای تو اینه که تو در واقع اینه که تو to stay alive یعنی زنده موندن. Stay alive یعنی زنده. Stay alive یعنی زنده موندن. Long enough یعنی به اندازه کافی طولانی. پس ببینین حالا من دیگه دونه دونه کلمه هاشو معنی نمی کنم. خیلی به صورت کلی منظورش اینه که آقا کلید رسیدن به این که یه روزی به این آرزومون برسی یعنی که تو به اندازه کافی زنده بمونی. Is for you to stay alive long enough so we can actually open an inn. So we can actually open an inn. Do you understand? میگه زنده بمونی so که ما so we can actually که ما بتونیم در واقع actually open an inn یه مهمون خونه باز بکنیم. Do you understand؟ متوجه میشی؟ Understand به معنی فهمیدن و متوجه شدن هستش. Do you understand? Yes, I understand. All right. نه میگه yes I understand. میگه بله من متوجه میشم. So now let's get you up and to the doctor on 3. One. خب نگاه کنید داره میگه که now let's get you up and to the doctor on 3. میگه که حالا الان now let's get you up بیا بلندت کنیم and to the doctor و ببریمت پیش دکتر on 3 یعنی روی شماره 3. حالا دارم میشمارم 1 2 1, 2, 3. Oh, what? حالا اون یه صدای کرد Lorelai گفت what یعنی چیه؟ My thumb. I'm fine. On 3. خب میگه stepped on my thumb یعنی اینکه شستم و لگد کردم یا یه جورایی پا رو شستم گذاشتم. stepped on my thumb I'm fine on 3 میگه خوبم همون روی شماره 3 بریم on 3. یه چیزی میخواستم بگم thumb نگاه کنید thumb در واقع بیش رو نمیخونیم. thumb به معنی شست هستش. پس stepped on my thumb یعنی اینکه پا رو شستم گذاشتم یا شستم رو لگد کردم یه همچین معنی میده. بعد میگه I'm fine ولی خوبم on 3 یعنی روی شماره 3 و بعدم که میگه اوکی